آقا صد ما یه بیماری داریم به عنوان انسان که اگر به چیزی بزرگتر از خودمون وصل نشیم، اون میتونه هنر باشه، ادبیات باشه، میتونه خدا باشه، بزرگترین معنای جهان، اگر نباشه در بتالت و روزمرگی فرسوده و فرسوده تر میشیم. من توی برنامه گفتم که ما افسرده نیستیم، در جهان تهی از معنای امروز ما فرسوده ایم زیر بار روزمرگی ها. در جهانی که ما کار میکنیم که غذا بخوریم، که کار کنیم و هیچ معنایی درش نیست، ما عملا هر روز داریم به بخشی مهم از وجودمون بی‌اعتنایی و توهین میکنیم، بخشی که بخش استعلایی انسانه. ما جسمهای چاقیم و روحهای لاغر، روحایی که مدت هاست تغذیه نشده، مدت هاست لذت نبرده، کیف نکرده، هضم نکرده. من میخوام به بیننده ها بگم حالا که بحث به اینجا رسید، یک، منتظر یه چیز عجیب برای معنای زندگی نباشن. مهمترین معنای زندگیشون به نظرم تو این فرایند زیستن میتونه خودشون باشه. به این فکر کنن. همواره ما میگیم اون لیست 10 تایی از آرزوها چه کاریه که وقتی انجامش میدن ساعتشون رو نگاه نمیکنن؟ چه کاریه که با همه وجود هضم میکنن وقتی درگیرشن؟ و اگه روزمرگی ها اجازه اون کارو نمیده، باید بدونیم چیز گرونی رو داریم از دست میدیم. یه بار به اون لیستمون نگاه کنیم، اون تجربه های خوشایندی که غذای روحن رو شروع کنیم بر خودمون تکرار کردن.